که بیش از 15,000 نفر از هموطنان ما در بندر عباس روزهای تعطیل نوروزی رو میگذرانند، سری به پارک شهر میزنیم. عده زیادی که موفق به تهیه مسکن نشدند در این پارک زیر چادرهایی که قبلا آماده شده به سر میبرند و در هوای آفتابی و ملایم رقصیدن بچه‌ها و همینطور استراحت بزرگترها جلب توجه میکنه. و حالا خیابان‌های زیبا و پردرخت بندر عباس در برابر شماست. بولوار بسیار سرسبز و زیبای بندر عباس در این روزها محل مناسبی است برای گردش و تهیه احتیاجات میهمانان نوروزی. در انتهای این بولوار مردم به قایقرانی و شنا می‌پردازند و میشه گفت که افرادی که از نقاط مختلف امروز در بندر عباس به سر میبرند لباس‌های گرم خودشون رو از اندر آوردن و در اتومبیل‌ها قرار میدن و با پیراهن‌های نازک در رفت و آمد هستند. روی چمن‌های بولوار دسته دسته از مردم بساط خودشون رو پهن کردن و در زیر آفتاب ملایم مشغول خوردن غذا و سرگرمی دیگه هستند. بیشتر از همه بچه‌ها فرصت رو غنیمت می‌دونن و به بازی و جست و خیز مشغول هستند.